فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهری پرسیدن حامله هستم، به جای روزه میتونم کفاره بدم؟ اگر فردی حامله هست میتونه به اصطلاح روزه را افطار بکنه و بعد از این که وضع حمل کرد دوباره اون روزه را بگیرد. یعنی حکم شرعیش این است که در مرحله اول اون کسی که این حاملگی و بارداری جز موارد بیماری حساب میشوند، این در واقع حکمش این است که مجاز هست روزه را بخورد در این روزه ها، اما بعدها وقتی که وضع حمل کرد و از این حالت بیرون آمد میتونه دوباره قضای روزش را بیارد و فدیه بر این لازم نیست.